سلام دوستای گلم، قرار امروز با هم حلوای رژیمی درست کنیم بدون شکر. اول از همه 2 لیوان آرد تو تاب کامل تفتش میدیم. اینجا 1 لیوان شیره انگور رو اضافه میکنیم به قابلمه. به اضافه تو همون لیوان یه مقدار آب جوش میریزیم که کاملا لیوان تمیز بکنه و هم میزنیم. بعد از اینکه هم زدیم 3 تا قاشق گلاب اضافه میکنیم به اضافه یه مقداری هم آب زعفرون. اینجا آردو انقدر تفت میدیم تا رنگش عوض شده. وقتی رنگش عوض شد میایم داخل الک میریزیم و از الک رد میکنیم تا اون گلوله ها کاملا از بین بره. و اینجا مغزیجات رو اضافه میکنم، کنجد و حالا دونه خلفه و نمیدونم ادویجاتی که قرار بودش اضافه کنم مثل هل و دارچین و اینا و دوباره 1-2 دقیقه تفتش میدیم. بعد از اینکه کاملا تفتش دادیم میایم اون مقدار روغنی که قرار بود اضافه بکنیم و مرحله مرحله به موادمون اضافه میکنیم و کاملا هم میزنیم. به بافت حلوا کاملا دقت کنیم ببینید که چجوری میشه. الان اینجا یه مقدار سفت شد که من ادامه روغن رو ریختم و شروع کردم هم زدن که قشنگ یه چجوری بگم یه صاف داشته باشه، صاف یک دست باشه. اون دوندونا هم به خاطر کنجد و به اضافه گردویی که من توش ریختم. بچه وقتی به این مرحله رسید ما کم کم شروع کنیم شیرمون رو بهش اضافه کردن. همینجا آروم آروم همش میزنیم تا گلوله نشه. بعد که شیره رو کامل بهش اضافه کردیم حلوا شروع میکنه به جمع شدن. وقتی به جمع شدن رسید و دیگه به کف تاب چیزی نچسبیده بود بعدش میدیم شروع میکنیم تکون دادن. و حلوامون کاملا آماده است. وقتی به این مرحله برسه ببینید کف تابه هیچی نچسبیده. بعدش انتقالش میدیم توی یه ظرفی که میخوایم بریزیم و شروع میکنیم کارهای تزیینش رو انجام بدیم. این حلوا خیلی مقویه و شکر اصلا نداره. من شیره انگوری که توش ریخته بودم یه مقداری شکرک داشت خودش، هیچ اشکالی نداره، از اونم میشه استفاده کرد. اگه یه وقت شیره انگورتون شیره خرماتون شکرک داشت هیچ اشکالی نداره، میتونید استفاده کنید. و با چاقو شروع کردم بهش حالت دادم و در نهایت یه حلوای خیلی خوشمزه و مقوی ما داریم.